آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم. آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، این پیام ما را به دیگران رسانید تا از اجر و پاداش نیک بهره مند شوید. درس امروزینه درس نهم از کتاب اصول سیگانه. مؤلف کتاب میفرماید که درباره ارکان اسلام گفتیم، بعد میگه که شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، ای شهادت دادن، گواهی دادنی که نیست معبود به حق شایسته عبادت مگر الله و هر آینه محمد صلی الله علیه و سلم رسول بر حق او. شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله یک رکن به حساب میروند، ولی دو قسم هستند. قسم یکم شهادت ان لا اله الا الله و قسم دوم و ان محمد رسول الله. نیک اینا در چی یک رکن حساب میابند. نیک دو قسم هستند. برای چی؟ برای آنه که عبادت ها برپا نمیشوند مگر به تحقیق شدن هر دو اینها. مثال میگیریم، عبادت قبول نمیشود مگر به اخلاص برای الله. این همین اخلاص چی در بر میگیرد؟ شهادت چی؟ شهادت ان لا اله الا الله. و پیروی چی در بر میگیرد؟ گفتیم یکم شرط قبول اعمال این اخلاص است. کی چی در بر میگیرد؟ شهادت یکم، شهادتی که ان لا اله الا الله. و دیم متابعت رسول است که این متابعت رسول چی در بر میگیرد؟ شهادتی ان محمد رسول الله، ان حلاین محمد رسول بر حق اوست. یعنی که به تحقیق شدن هر دو اینها عبادت ها برپا میشوند. با یکتش برپا نمیشود. برای یکتش اگر اخلاص باشد و پیروی پیغمبر نباشد، عبادت قبول نمیشود، عمل قبول نمیشود. اگر پیروی باشد و اخلاص نباشد، عمل قبول نمیشود. برای همین عبادت ها با تحقیق شدن هر دوی همین شهادت ها قبول میشود. با یکتش قبول نمیشود. انسان گفت که شهادت داد که گواهی میدهم که نیست معبود به حق شایسته عبادت مگر الله. تمام. آیا مسلمان شید؟ نه، تا آنه که نگوید که و هر آینه محمد صلی الله علیه و سلم رسول بر حق اوست. این کلمه را نگوید و مسلمان نیست. باید اخلاص باشد برای الله، نیتش باید خالص برای الله باشد، اما عمل کردنش. دیم باید پیروی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باید باشد. همین پیروی، همین شهادت دیمش در بر میگیره، گواهی که محمد رسول بر حق اوست. یعنی هم اخلاص و هم پیروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، همین دو شهادت در بر میگیرند. یعنی در عمل، در یک عمل انجام دادن باید اخلاص باشد، باید چی باشد؟ باید متابعت باشد، پیروی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در عمل. اگر اخلاص باشد و پیروی نباشد، عمل قبول نمی شود. اگر که پیروی باشد و اخلاص نباشد، عمل قبول نمی شود. برای همین در آیاتی که در بالا گفتیم که الله عز و جل میگه، سوره آل عمران 18 آیت، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا الله هو العزیز الحکیم. در همین آیت الله برای خود گواهی میدهد که هر آینه نیست معبود به حق شایسته عبادت مگر او، مگر الله. و در اینجا گواهی ملائکه فرشتگان هم هست. هم فرشتگان گواهی میدهند که الله یک کبیان است، هم گواهی اهل علم است، عالمان است که الله عز و جل برپاست به چی؟ به عدل، به قسط و به عدل. و در آخر آیه میگه لا اله الا هو العزیز الحکیم، نیست معبود به حق شایسته عبادت مگر او، توانای چی؟ شکست ناپذیر و حکیم. در اینجا گواهی است برای چی؟ برای اهل علم که خبر میدهد برای ما که آنها شاهدن، گواهن. با کی گواه هست در اینجا؟ با فرشتگان آنها هم گواهی میدهند. هم شهادت اهل علم است، هم شهادت فرشتگان است. اول العلم در اینجا کیست؟ عالمان به شریعت الله، عالمان اسلام در اینجا هم داخل می شود چی؟ اولیای او، ای رسولان گرامی قدری الله عز و جل. این گواهی بزرگترین گواهی است. برای گواهی دهنده کی است؟ الله. و الله برای کی گواهی میدهد؟ برای خودش گواهی میدهد که او یک و یگانه است. شاهد کی است در اینجا؟ گواهی دهنده کی است؟ الله و فرشتگانش و اهل علم. و اینجا بزرگترین گواهی و شهادت برای چی؟ بزرگی گواهی دهنده کی است؟ الله و فرشتگانش و اهل علم. و با آن سه گواهی میدهند چی است؟ توحید الله در الوهیتش. ای گواهی میدهند که لا اله الا الله، نیست معبود به حق شایسته عبادت مگر الله. باز مؤلف ای معناش چیست؟ بشرش میتید لا معبود بحق الا الله، ای نیست معبود به حق مگر الله. لا اله ای نفی کننده است همه آن چیزی که
از غیر الله عبادت می شود. الا الله این اثبات میکند که عبادت فقط تنها برای الله است، همچون شریک در عبادت دارد و نه شریک در چی؟ در پادشاهی، در ملک و داراییش. گواهی دادنی که لا اله الا الله انسان اعتراف میکند به زبانش و دلش که معبود به حق شایسته عبادت مگر الله عز و جل است. برای چی؟ برای که میگه لا اله. اله به معنای مألوه است و تأله معنای تعبد دارد، پرستش. و جمله که لا اله الا الله است در برگیرنده نفی و اثبات است. اما نفی گفتیم چی است؟ لا اله. اما اثبات چی است؟ الا الله. و لفظ جلاله الله بدل از خبر لا است که درجه محذوف است، حذف شده است. و تقدیر همون محذوف چی است؟ لا اله حق الا الله. ای نیست معبود حق مگر الله، ای معبودی بر حق. وقتی که ما درجه همون محذوف گذاشتیم که حق هست، بیان می شود جواب برای یک اشکالی در اینجا است که اون اشکال میگیم چه خیلی ما میگیم که لا اله الا الله، نیست معبودی مگر الله. اگر حق نگذاریم در اینجا ما میگیم که غیر، یعنی که معبود بسیار است، معبود بسیار است که مردم آنها را عبادت میکنن از غیر الله، که الله آنها را در قرآن هم آلهه نامگذاری کرده است و مردم آنها را عبادت میکنن. چه خیلی که الله عز و جل میفرماید فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك. سوره هود 110 آیات. و چون امری پروردگار آمد، معبودانی که بجای الله میخواندند، میپرستیدند، سود به حال آنان نبخشید و آنان را جز ضرر و هلاکت چیزی نیفزود. یعنی اون معبودانی که آنها میپرستیدند با آنها سود نبخشید، فایده نبخشید. چه خیلی ممکن است که ما الوهیت را برای غیر الله عز و جل اثبات کنیم که و رسولان علیهم السلام میگفتند برای قوم هاشون که اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. سوره اعراف 59 آیات. عبادت کنید الله، پس غیر الله شما دیگر معبودی بر حقی ندارید شایسته عبادت باشد. پس در این اشکال ما میگیم که وقتی که الله اثبات می‌کند دیگر معبودان در قرآن، این اشکال می آفرد. ولی این اشکال الله باز خودش جواب میدهد که این معبودان و خدایانی که از غیر الله پرستیده میشدن، اینا همه اینا معبودان و خدایان باطل هستند، حقیقتا معبود نیستند، حقیقتا خدا نیستند و حقی الوهیت، حقی پرستش ندارند. که چه که الله عز و جل میفرماید سوره حج 62 آیات ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. خیلی که الله عز و جل میفرماید به همین منوال است و خداوند حق است و آنچه را که بجز او به فریاد میخوانند، ادعا میکنند و پرستش مینمایند باطل است و خداوند از همه بالا بلند و بزرگوار است. باز الله عز و جل در سوره یوسف میفرماید 40 آیات که ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. الله میفرماید که آنچه شما جز خداوند میپرستید، آنچه شما غیر از خداوند میپرستید، نامهای هستند که شما و پدرانتان آنها را خدا و معبود نامیده اید. الله هیچ دلیلی بر حقانیت آن نفرستاده است. یعنی اون خدایانی که شما آنها را میخوانید از غیر الله، آنها را شما و پدراتان نامگذاری کردند، نام آنها را خدا و معبود گذاشته، آنها را عبادت کرده اید. برای همین نیست معبود به حق شایسته عبادت مگر الله عز و جل. اما آن معبودانی که غیر الله هستند، آن الوهیت آنها حقیقی نیستند، آنها خداهای باطلند، معبودان باطل هستند و معبودی بر حق شایسته عبادت تنها اوست که آفریدگار همه جهانی هستی است. باز مؤلف کتاب میگه که و تفسیرها الذي يوضحها قوله تعالی، و تفسیری که این باز آشکار و بیانتر میکند سخن الله عز و جل و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الله میفرماید که و بیاد آذر هنگامی که ابراهیم به پدرش و به قومش گفت من از آن چه شما می پرستید بیزارم مگر پرستش کسی که مرا پدید آورد که البته او هدایتم خواهد کرد
ابراهیم توحید را به عنوان شعار یکتا پرستی در میان قوم خود باقی گذاشت تا اینکه آنها به او ایمان آورده و برگردند. ابراهیم گفتیم ابراهیم علیه السلام پیغمبر بهترین از فرستادگان الله بعد محمد صلی الله علیه و سلم و پدرش نامش آذر بود و میگوید که قرائن من بیزاری میجویم، یعنی که همین کلمه را ابراهیم کلمه توحید را در بین قومش گذاشت، در ذریت و فرزندانش گذاشت که شاید که آنها به همین کلمه برگردند، شرک ترک کنند و به همین کلمه توحید برگردند و الله عز و جل را یکتا بپرستند. باز مؤلف کتاب میگوید که قول الله عز و جل میاد قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. سوره آل عمران آیت 64. الله میفرماید که بگو ای اهل کتاب بسوی سخنی بیاید که میان ما و شما مشترک است که جز الله یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک به او قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای الله به معبودی بر حق نگیرید. پس اگر از این پیشنهاد سرباز زدن سرکشی کردن بگویید گواه باشید که ما مسلمان و تسلیم شده اللهیم. در این آیت الله عز و جل خطاب میکنه به پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم. برای چی؟ برای مناظره کردن به اهل کتاب یهود و نصارا که بیایید به یک کلمه‌ای که یکسان است که اون کلمه کدام است؟ الا نعبد الا الله، نپرستیم مگر اللهی که معبود بر حق است شایسته پرستش است و به او شریک نورزیم و بعضی دیگر را همچون معبودی بر حق نگیرد که معبود بر حق یکتاست. پس اگر که آنها سرکشی کردند و پیغمبر میفرماید که از اون دعوتی که تو آنها را کردی آنها سرکشی کردند، پس آنها را بدانانید که ما مسلمانیم تسلیم شده اللهیم و ما از شما بیزاریم که شما این کلمه را قبول ندارید، ما از شما بیزاریم. این کلمه لا اله الا الله. و مؤلف کتاب میگه که و دلیل شهادت ان محمد رسول الله، دلیل شهادتی که محمد رسول بر حق الله است، دلیل میاد آیت سخن الله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله میفرماید که پیامبری از جنس خودتان از بین خودتان به سوی شما آمده است که آنچه شما را برنجاند به شما ضرر رسد بر او سخت است و گران است. او بر هدایت شما حریص و دلسوز و به مؤمنان بسیار رؤوف و مهربان است. بینید برادران گرامی که پیغمبر چه خیلی برای ما الله و وصف میدهد که به ما وقتی که یک چیز ضرر میرسد پیغمبر سخت میرسد، پیغمبر برای پیغمبر گران است. ای پیغمبر حریص است به چی؟ بسیار شوقمند و حریص است. برای چی؟ برای که برای ما فایده رسد، برای ما سود رسد و از ما بدی و ضرر دور سازد. برای ما بسیار مهربان است برای مؤمنان. باز الله عز و جل میفرماید که قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. سوره اعراف میگه بگو ای مردم هر آینه من فرستاده الله به سوی همه تان هستم، به سوی همه مردم فرستاده است. فرستاده الله است به سوی همه مردم، یعنی همه باید به او ایمان بیارند، همه او را همچون پیغمبر بشناسند. باز مؤلف کتاب میگوید که و معنی شهادت ان محمد رسول الله، ای معنای شهادت گواهی که محمد رسول بر حق اوست، معناش چیست؟ میگه معناش طاعته فيما امر، ای اطاعت کردنش در آن چیزی که امر کرده است. ما در حقیقت بدانیم که محمد فرستاده صلی الله علیه و سلم فرستاده الله است، پس برای ما واجب است اطاعت کنیم آن چیزی که امر کرد. خبری برای ما از آسمان آورد، باید ما خبر باور کنیم و تصدیقش کنیم و دوری جستن از آن چیزی که نهی کرده است و سرزنش کرده است از او دوری جستن. و هر آینه این قاعده است، بین الله عبادت نمی شود اگر به آن چیزی که قانونگذاری و شریعت گذاری کرده است الله. یعنی ما الله یک عبادتی از خود برآورده نمیتونیم که مثل که حاضر صوفیا و مثل دیگه اهل بدعت هر عبادت نمود عبادت ها و هر ذکر ها میبرد و از خود الله چی میکند؟ عبادت میکند. این درست نیست. برای همین ما عبادت میکنیم، واجبه در دوش ما که الله پرستش کنیم به چی؟ به آن چیزی که امر کرده است، شریعت گذاری کرده است، دستوری کرده است، به همون ما باید الله عبادت کنیم. چیزی که رسولش آورد برای ما همون طور ما باید چی؟
الله عبادت کنیم و باید بدانیم که پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم حق است در آن چیزی که برای ما از آسمان خبر می‌برد و ما باید بدانیم که پیغمبر حق است و اعتقاد نکنیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حق ربوبیت دارد، حقی پروردگاری دارد، حقی تصریف در کون دارد، در این جهان هستی تصرف دارد، یا که حق دارد که ما عبادت کنیم. نه، حق پیغمبر حق پیغمبری است. همچون پیغمبر او را بشناسیم، همچون پیغمبر او را بدانیم، او را احترام کنیم. عبادت فقط تنها الله میکنیم. پیغمبر بنده مثل ماست، پیغمبر عبادت نمیکنن و فرستاده است که ما باید او را دروغگو نکنیم، دروغگو نگوییم. و پیغمبر نه برای نفس خود و نه برای غیرش دارای فایده رساندن برای خود و برای غیر خود ندارد. یعنی یک کس ضرر رساندن نمیتواند، یک کس فایده رساندن نمیتواند، خیلی قدرت ندارد مگر اگر الله بخواهد. چون که الله عز و جل میفرماید سوره انعام: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما یوحى الی. پس او بنده چی است؟ بنده مأمور است و پیروی میکند آن چه که از الله برای او امر می آید. الله میفرماید که ای پیامبر به مردم بگو من دعوا نمی کنم که گنجینه ها یا خزینه های الله نزد من است و من غیب هم نمیدانم و دعوا نمی کنم که من فرشته ام، من جز آنچه را به من وحی می شود پیروی میکنم، غیر او پیروی نمی کنم. من بنده مأمور هستم. با چخلی که الله عز و جل میفرماید: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. سوره جن آیت 21. الله میگه که بگو من مالکی هیچ فایده یا که سود و زیانی برای شما نیستم. بگو اگر او را نافرمان روایی کنید هرگز کسی در برابر الله مرا پناه نمیدهد و جز او پناهگاهی نخواهم یافت. باز الله عز و جل میفرماید: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. سوره اعراف 188 آیت. الله میگوید که بگو من مالک هیچ فایده و زیانی برای خودم نیستم مگر آنچه را که الله بخواهد. اگر غیب میدانستم فایده های زیادی برای خودم فراهم میکردم و هرگز و من زیان نمی رسید. من تنها هشدار دهنده، بیم دهنده و بشارت دهنده یا که مژده دهنده هستم برای گروهی که ایمان می آورند، ای برای مؤمنان. و برای همین ما می دانیم که او سزاوار عبادت نیست، نه رسول الله و نه غیر رسول الله از مخلوقانش. عبادت نیست مگر جز برای الله، او تنها شایسته پرستش است. و مؤلف کتاب میگه و دلیل الصلاة و الزکات، دلیل برای نماز و زکات و تفسیر التوحید و تفسیر برای توحید. خلیک الله عز و جل میفرماید: و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سوره بینه 5 آیت. در حالی که فرمان یافته بودند، یعنی امر شده بودند که تنها الله را بپرستند، دین را برای او خالص ساخته و حق‌گرا باشند و نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند و این است دین استوار. در اینجا الله امر میکند که باید انسان دین خالص برای الله بسازد، برای که دین پاک است و نماز برپا کند. نماز و زکات، نماز عبادت بدنی، زکات عبادت مالی است، باید آنها را خالص برای الله انجام دهند. مؤلف میگوید و ذلك دین القیمه، دین قیم، دین استوار، دین راستین که استوار است، مستقیم است. خلیک الله عز و جل میفرماید: و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سوره انعام 153 آیت. این راه راست و مستقیم من است، از آن پیروی کنید و از راههای مختلف گوناگون پیروی نکنید که شما را از راه حق
دور میسازد. این چیزی است که الله شما را به آن وصیت و سپارش میدهد تا پرهیزکار شوید. در همین مؤلف کتاب میگه دلیل الصیام، دلیل روزه. شکلی که الله عز و جل میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سوره بقره 183 آیت. الله میفرماید که ای کسانی که ایمان آورده اید روزه بر شما مقرر گردید همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند مقرر شده بود باشد که پرهیزکار شوید. الله در همین آیت اهمیت روزه را برای ما بیان میکند که فرض کرده است برای ما، چه خیلی که روزه فرض بود برای دیگر امتها و دلالت میکند به چی که الله دوست می‌دارد روزه را و روزگیران را دوست می‌دارد و لازم است برای هر یک امت روزه گرفتن. و روزه این عمل بدنی است که الله میگه در آخر آیت که لعلکم تتقون، ای باشند که ای پرهیزکار باشند. یعنی روزه انسان را چی میبرد؟ روزه انسان را به پرهیزکاری میبرد، پرهیزکاری به عمل نیک، به سخن نیک. و انسان باید در روزه سخن نیک زند، سخن بد، غیبت از اینها باید دور شود. برای این انسان روزه انسان را به پرهیزکاری و به تقوا و پارساگی میبرد. باز مؤلف کتاب میفرماید که دلیل حج، چون که الله عز و جل میفرماید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فإن الله غنی عن العالمین. سوره آل عمران 97 آیت. الله میفرماید که برای الله بر بالای مردم واجب است که قصد حج آن خانه را نمایند. البته هر کی توانایی این راه را ای حج رفتن را دارد و هر کس کفر ورزد و با داشتن توانایی به حج نرود بداند که الله از همه جهانیان بی نیاز است. یعنی که این آیت نازل شده است در سال 9 از هجرت و فرض شده است، حج فرض شده است. ولی برای کسی که توانایی دارد، توانایی مالی یا توانایی بدنی دارد، برای مو حج فرض می شود. برای همین کسی که حج نمی رود و حج در گردن او فرض شده باشد پس این گناه کبیره است و کافر نمی شود ولی گناه کبیره است. این قول جمهور علما است. برای همین انسان وقتی که دارایی پیدا کرد، توانایی دارایی مالی و توانایی بدنی پیدا کرد باید به چی رود؟ به حج رود و حج کند. خلاصه این بود درباره همین ارکان اسلام بگیم که کم ترک مؤلف کتاب اینها را شرح داد و از دعای که خود ما را فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.